هر یک دولت متمدن دارای کنستیتوسیای خود میباشد و کنستیتوسیا اساسهای ساختاری دولتی را معین نموده حفظ حقوق و آزادی‌های انسان و شهروند را مستحکم می‌کند و اگر بر تاریخ کنستیتوسیاهای جمهوری تاجیکستان را در نظر کنیم پیش از سوسیال گردیدن کشور ما یعنی تا سالهای 99 از سال 1920 البته در تاجیکستان 4 کنستیتوسیا قبول گردیدند. یاردامچی معاون رئیس سود کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان طوری که به همگان معلوم است در 28 دکامبر سال 2023 اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوا ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم جمهوری رها اندیشه خود را نسبت به قبول کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان بیان نموده قید کردند که در سال 2024 30مین سالگرد قبول کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان با تنتنه جشن گرفته می شود و با این نظر داشت سال 2024 سال معرفتی حقوق اعلام نموده. در حقیقت کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان در آن پیش از همه اساسهای ساختاری کنستیتوسیونی، پرینسیپ‌های اساسی دولتداری، معیارهای اساسی دولتداری دولت ملی ما تشکیل گردیده است و طبق نقشه چاره‌بینی‌ها گفتن با مورد است که این رسم در کتابخانه ملی جمهوری تاجیکستان قبول کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان تجدید گرفته ایستاده است وابسته به این کنفرانس جمهوریوی با تمام ساختارهای قطعات و کارخانه وزارت‌ها اداره‌ها برپا گردیده ایستاده است و تشکیل کنندگان این سود کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان سود عالی اقتصادی میباشد و خیلی به مورد است. کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان در حقیقت جوابگو به معیارهای بین‌المللی بوده احترام و اطاعت به آن تنتنه عدالت و اساس پیشرفت و شکوفایی دولت محسوب متخصص پیشبری بخش بازخوردهای بین‌المللی سود کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان افتخار 30 سالگی کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان سال 2024 در مقابل سال معرفتی حقوقی اعلام گردید که مقصد از آن بلند برداشتن سطح معرفتی حقوقی شهروندان در حقیقت ارزش‌های دموکراسی تدوین شهروندان در راهی احترام نسبت به آن میباشد زیرا موجودیت سطح بلند معرفت حقوقی یک نوع طلب بنیاد دولت صاحب اختیار دموکراتیک دنیوی و اجتماعی میباشد که در آن نه تنها به ارزش‌های حقوقی بلکه به ارزش‌های اخلاقی احترام گذاشته می‌شود.